البته برای موی خانوم هم میتونن استفاده کنن، کسی که دوست داشته باشه. یکی از ویژگی‌های دستگاه که خود من به عنوان یک خریدار دارم ازش استفاده میکنم بیسیم بودنشه و اینکه قدرت نگهداری انرژیش. یه چیزی که توی این دستگاه خیلی مهمه داشتن تیغ اکوبلیده. این تیغ باعث میشه که شما بتونید خیلی سریعتر و خیلی پرسرعت‌تر موهای صورتتون و سرتون رو کوتاه بکنید. قدرت برندگی بالایی داره و خیلی خیلی توی سرعت عمل شما برای اصلاح به شما کمک میکنه. پیشنهاد میکنم که اگر میخواید که از این وسیله استفاده کنید حتما خریداریش کنید، چون که مکس میتونه یه پیشنهاد خوب واسه شما باشه. امیدوارم که از پیشنهادی که بهتون میدم استفاده کنید و به نظرم سوال کنید، حتی تا خودتون متوجه بشید. مرسی از اینکه توجه کردید.